سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل آشپزی با دنیای کابل. امید که از گزند روزگار در امان باشید و روزهای خوش را سپری نمایید. عزیزانم، چینل ما را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنید و با دوستانتان شریک نمایید. و جا داره یک تشکری خاص از دوستای نماییم که تازه به چینل ما پیوسته. دوستای امروز خواستم یک نان خانگی آماده کنم، خواستم امروز شما شریک نمایم. مواد لازمش 2 پاکت آرد 1 کیلویی می باشه که من 1 کیلو آرد سفید و نیم کیلو آرد سیاه، 1 قاشق نمک و 1 پاکت مایع خمیر و 4 گیلاس آب گرم استفاده میکنم. دوستای عزیز دیدین 1 پاکت آرد سفید و این پاکت آرد سیاه. آرد سیاه سبوزدار است، به خاطر نانا را هم نرم و ملایم خوبش میکنه، به خاطر مزه آرد سیاه استفاده میکنم. یک پاکت مایع خمیر، یک قاشق غذاخوری نمک که مواد را با هم مخلوط نبوده و 4 گیلاس آب، 4 نیم گیلاس آب که ما در نظر گرفته بودم. آب گرم، حالا آهسته آب یک جای اضافه نمی کنیم، آهسته آب کم کم خمیر می کنیم که خمیر ما یک دست شود. تا دوستای عزیز، هرچقدر خمیر که زیاد ورس بدیم اما نان ما خوبش میآید. دوستای عزیز، خمیر ما آماده شد. حالا بالایش پلاستیک گرفته و مدت 1 ساعت میگذاریم که خمیر ما خوب برسه. روش یک دستمال انداخته و 1 ساعت میگذاریم. دوستای عزیز، بعد از 1 ساعت خمیر ما به این شکل رسیده. حالا این به زغاله ها تبدیل میکنیم و زغاله که خلا شد در سرش یک دستمال آور کرده. مدت 10 دقیقه میگذاریم که زغاله خوب فرایه. در طول زمانی که همی زغاله را آماده می سازیم، داش خود به مدت نیم ساعت پیش روشن می کنیم. داش خوب داغ آمد، نانای خود آماده می سازیم به این شکل. دوستا از این داش بسیار خوب داش است. میدانین از مغازه های لیدل ما خریدیم، دیگه در هر جای پیدا میشه، در مغازه ترکا و همجا میتونی به دست بیارین. مصرفش هم کم است و همچنان زود نانا را پخته میکنن. یک نان در 7 دقیقه 8 دقیقه یک نان پخته میشه. اصلا داش از پیزا می باشه و
ما بدهش نان استفاده میکنیم. میتونی بولانی داشی هم پخته کنی، نان پخته کنی دی و پیزا هم دیش آماده میشه. نان خبر میگیریم زود که نان روش نسوزه. به این شکل نانای پوک خوب میایه. نانا دی داشت دوستا. به این شکل دوستای عزیز نانا آماده میشه. بسیار نان خوبش مزه‌دار نانش میه، مثل تاوه افغانستان موره. به این شکل نانا آماده شد. دوستای عزیز به این شکل تمام نانا را آماده می سازیم. مدت کم میگیره، نان زود پخته میشه. در یک نمو آرد ما 5 دانه نان شد. دوستا خدا کنه که از این رسپت نان ما خوشتان آمده باشه و شما براتان از این داشت بخرین و در خانه تان غذای نانای خوب مزه‌دار خوبش آماده کنین. عزیزانم چینل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و با دوستانتان شریک بسازید. و جا داره یک تشکری خاص بازم از دوستای نماییم که تازه به چینل ما پیوستن. عزیزانم شب روز خوش داشته باشید، در پناه خداوند باشید. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.